ما وقتی که مشت رو میبینیم پیش نظرمون چی میآید؟ بله، یک کلمه است، مشتم زور. درود به شما بینندگان عزیز. امروز میخواهم در همین موضوع با شما صحبت کنم در برنامه نوبتی لحظه با روانشناس. مشتم زور، وقتی ما این کلمه را میگیم هیچ دلمون روشن نمیشه. پیش نظرمون یک آدم ظالم پیدا میشه. شاید لحظه های پیش نظرمون میاد که ما از کسی جبر دیدیم، نفری نسبت ما ظلم کرد، ما رو رنجاند، زد، یا نفر دیگری رو در حضور ما زد، یا فیلمی رو به خاطر می آوریم که در اونجا ما صحنه های زورآوری رو دیدیم. این آدمان کی ها هستند؟ چرا برای آنها اصول مناسبت زوری است؟ یک کلمه دیگر هم که از ریشه زوری بیرون می آید زورآوری است، ظلم است، خشونت است. وقتی که ما کلمه خشونت رو میگوییم باز هم سلسله منطقی میبرد ما رو و خشونت خانوادگی، خشونت عائلوی. از این رو امروز ما درباره ظلم، ظالمی و چیزهای دیگر خیلی زیاد میشنویم. و چرا باز هم من اون رو با عائله پیوست کردم؟ زیرا همه چیزی که یک انسان به جامعه می آورد پیش از همه از عائله میگیرد. اگر ترجمه حال همه گونه آدمانی که مشتم زور هستند، ظالم هستند، در عائله خودشان سیاست ظالمانه را جاری میکنند، مهر و محبتشان را اظهار کرده نمیتوانند، نسبت عزیزانشان مهربان نیستند، نوازش کرده نمیتوانند. اگر ترجمه حال دلخواه از اینها را اگر بگیرید، خواه از ادبیات روانشناسی، خواه از فیلم هایی که ما میبینیم، خواه از زندگی هر روزه، آنجا ظلم است. ریشه از ظلم است، ریشه و پدر ظالم است یا مادری است که نسبت فرزندش مهربانی کرده نتوانست، اون هم با سبب‌های خودش. و این یک سلسله است. این دو نفری که این عائله رو بنیاد کردن از در عائله‌های خودشان مهربانی رو ندیدند، ظلم رو دیدند، بی‌اعتنایی رو دیدند، بی احترامی رو دیدند و این دو نفر با همین داراییشان اومدن یک عائله دیگر بنیاد کردند. با این دارایی اینا چه آورده میتوانستند؟ اگر دو دست مشت باشد بین اینا صلح و صلاح بوده میتواند، بین اینها فقط ضربه زنی شده میتواند. حتی اگر نه همیشه در شکل زن و زنی هم باشد، یک بی‌مهری عادی، دو نفر در عائله جنگ و جنجال ندارند ولی بین هم صحبت نمیکنند، ماه‌ها قهری هستند. کودک از اینها چی میگیرد؟ کودک از اینها کرختی میگیرد، سردی میگیرد و محبت خودش رو به آدمان ظاهر کرده نمیتواند اگر اون محبت را داشته باشد هم. زیرا انسان به طلبات محبت به دنیا نمی آید. انسان سرشته محبت طبیعت است، سرشته محبت خداوند است. ولی وقتی که او به دنیا می آید در یک محیط سرد می افتد، او می تواند با همین سردی ها به عالم دیگر برود و عائله خودش را چون یک یخدان دیگر بنیاد کند. ولی باز هم بدتر است اگر که این آدم در محیط زن و زن، در محیط دشنام و مشکلات دیگر تربیت یابد. اگر این کودک شاهد شود که مادرش را چقدر تحقیر کردند، زدند، آزار دادند، دشنام کردند، از خانه راندند در یک روز سرد، در یک شب تار و این کودک همراه مادرش رفت. اون مردی که پدر نام دارد، اون مردی که شوهر نام دارد که باید حامی زن باشد، باید متکای زن باشد، باید حامی کودک باشد، همچون ظالم نقش بازی میکند. و این کودک از این پدر چی میگیرد؟ و او در حالتهای گوناگون، طبیعت انسان گوناگون است. در طبیعت دو برگ یک خیله نیست، میگه داروین. یعنی هر انسانی که در روی زمین زندگی میکند یگانه، ناتکرار و مقدس است. ولی این مقدسات را چگونه او میتواند بگیرد در محیطی که مقدسات وجود ندارد؟ از بین مقدساتی که ما میگوییم مقدسترین این مقدسات باز مادر است و این مادری که در حضور فرزند آزار داده می شود، دشنام داده می شود، لط می خورد و نسبت او همه گونه ظلم دیگر روا دیده می شود. این کودک چی می گیرد؟ وابسته به طبیعت خودش یا ظالم می شود یا قربانی. اگر دخترک است این هم باز از طبیعتش وابسته است، از جنسیت فایزه وابسته نیست. دخترک است میگه که در زندگی همه مردها هم خیلی ظالمند و در روزگارش یک مرد ظالم دیگر می آید و این سلسله ظلم ادامه میده. و اگر پسرک است میگه که مرد باید خیلی ظالم باشد
اگر اون مرد نسبت مادر او بی‌اعتنا بود، اون نسبت زن خودش هم بی‌اعتنا است. اگر زن رو باید همین گونه تربیت کرد. این مرد که خودش نیازمند است به تربیت، از خودش مربی می‌سازد و در نتیجه ما یک سلسله ظلم رو به دست می‌آوریم. شاید زمان‌هایی بود که زنان با صبرتر بودند یا با قوت‌تر بودند. شاید این ظلم‌ها رو پس سر کرده می‌توانستند. یا چون شوخی روان شد، علاوالدین یک برگ علف رو تک زبونشون می‌گرفتند و از همون حالت مهلک جانشون رو خلاص می‌کردند بود. ولی امروز زندگی دیگر خیلی است. نسل نوین، نسلی که بعد سال 90 تولد شده است، این رو در علم روانشناسی کودکان ایندیگو میگن. و یک نسل دیگر هم که کودکانی که 4 ساله 5 ساله هستند، اینها باز نام دیگر هم دارن، اینها رو کودکای تیروکمانی میگن. اینها تماما طبیعت دیگر خیلی دارن. اولش اینها قدرت برداشتن ظلم ندارن. این چیز خیلی مهم است. اینها تیز میشکنند، تیز آزرده میشوند، روح افتاده میشوند و دپرسی های مزمن گرفتار میشوند. خیلی بیماری ها با اونها تاثیر میکند. یکی از بیماری خیلی معمولی که وزارت تندرستی همیشه زیر نظارت میگیرد، این سرطان نیست که در جسم زنانه جای گرفته است. یکی از سبب های سرطان همین فرو بردن درد و الم هایی هست که زن بیرون کرده نمیتواند. نه همیشه زنها سیرشون رو بیرون کرده میتونن، نقل کرده میتونن و نه همیشه جامعه آنها رو با آنها باور میکند، درد آنها رو حس کرده میتواند. اگر این زن نداشته باشد، مثلا پدر و مادری که امکانی او را قبول کردن داشته باشد، برگشته به خانه پدر و مادرش رفته نمیتواند. ناعلاج باید در همین خانه زندگی کند. اگر دوست کودک داشته باشد، حالش باز هم بدتر است. او تاب می آورد یک دوره معین. اگر روانش خسته شد، دست میزند به خودکشی ها، به حالتهای دیگر. اگر کتاب آورد، گویا روانی خسته رو دردها رو فرو برده توانست و بیرون کردن توانست، دست به عمل دیگر نزد، خودکشی دیگر است. این همون دپرسی است که انسان از زندگی بیزار است، زندگی کردن نمیتواند و هر روز پیامش به طبیعت، به جسمش، به خداوند، به چیزی که میخواهد همین است. از این زندگی بیزارم، نمیخوام زندگی کنم و در نتیجه دردهای شدید در جسمش پیدا میشوند. و یک زنی سالم، یک دختر جوان، زنی زیبایی که به این خانه با امیدی آمده بود، بعد 5-10 سال با یک بانوی بیمار و دردمند مبدل میگردد. بعدا اون شوهر شاید دو میکند، شاید نزد دکترها میبرد، خراجات میکند، شاید اون پدر و مادرم به خود میآیند، میروند از پی توبت فرزندشان. ولی در همین حالت هم طبابت طبی نمیتواند اون نتیجه هایی که ما میخواهیم بدهد اگر مسئله های روانی حل نشوند. اگر انسان در عائله خودش رو بی خطر حس کردن رو یاد نگیرد یا محیط بی خطر آنجا پیدا نشود. از این رو وقتی که ما درباره ظالمان صحبت میکنیم، ظالمان از آسمان نمیافتند. خیلی کم است که این چیزها توسط گین یا توسط یک بیماری روانی یا یک چیز دیگر پیدا شود. اکثر آنهایی که در عائله با اصول ظلم میخواهند مناسبت ها را بنیاد کنند، اینها محصول عائله ظلم پرور هستند. محصول پدر ظالم هستند. معمولا در هرچند ما حقوق زن رو در جامعه خیلی از نگاه قانون ها و از نگاه برنامه ها و چیزهای دیگر تا اندازه تامین کرده ایم، ولی در درون عائله این همیشه کار میکند. وقتی که ما درباره ظلم خانوادگی صحبت میکنیم، اون میتواند در همه گونه خانواده باشه، در خانواده عالم، در خانواده منصبدار، در خانواده عالمی که معلومات عالی دارد و در خانواده یک آدم عادی. اینجا یگان چیز کفالت نمیدهد. وقتی که با نزد ما آدمان مراجعت میکنن، ما از عائله های فرهنگی ها هم میبینیم، ما از عالمان هم میبینیم. عالم خوب شده است، در سایه خودش بی‌نظیر است، ولی زمانی برای او در عائله ظلم را همچون اصول بنیادی مناسبت در مغزش همچون برنامه جا کردند. او نمیتواند از این برنامه بیرون برآید و همون اصول را جاری میکنند. بعضن میگن که میشود آدمان رو تغییر دادن، میشود به شرطی که خود همون انسان این رو بخواهد، مشکلش را درک کند که ظالم بودن این در دایره معیارهای آدمگری نیست. ظالم نه خودش را خوشبخت میکند نه اطرافیانش را، ولی اونهایی هستند که فکر میکنن که همین معیار است، این همین باید باشد. این آدم را ما تغییر دادن نمیتوانیم.
زیرا براش مشکلی نیست. برای آدم ظالم اصلا اگر عمیق‌تر نگاه کنیم آدمان ظالم آدمانی هستند که از درون خیلی نسبت خودشون باوری ندارند. بسیار چیزهایی هستند که همچون یک قوه محافظتی همچون یک نقاب عمل میکنند. مثلا آدمانی که متکبر هستند یک غرور برزیادی بیجا دارند. این هم یک نقاب حمایوی است. ظالمان هم با اصول همین یک نقاب حمایویشان است. میگن که همین اصول است که مرا حمایت میکند از دیگران. یعنی اینها در رفتارشان یک چیز دارند، اینا میگن ظلم پیشگیری کننده یا زورآوری پیشگیری کننده. از بس که ترس دارد که دیگری مرا میرنجاند او پیشگیری میکند، خودش پیشکی میرنجاند، خودش پیشکی زورآوری میکند. و اگر که این آدم همین مشکل رو خودش برای خودش درک کرد، خودش گفت که چرا من اینقدر آدم بد هستم، چرا من نسبت فرزندان مهربانی کردن نمیتوانم. در جای دید که یک نفر دیگر با مهربانی و با شیرین زبانی مناسبت بنیاد کرده است، اگر خودش را مقایسه کرد و گفت که چرا من اینگونه هستم، این کار خوبی نبوده است. زندگی شیرین است، زندگی من شیرین نیست. در همون حالت اگر مغزش این را قبول کرد، همین درک پیدا شد، در همون حالت این آدم میتواند مراجعت کند به روانشناس یا مشاور، من نمیدانم به کدام نفری که خواهد مراجعت کند. او میتواند قدم به قدم خودش را از همین برنامه مشکل خانوادگی که در آن ظلم در جای اول بود، از این برنامه خودش را خلاص کند و نهایت کار خوشبخت شود. زیرا هر یک انسان در روی زمین وقتی که تولد می شود، پدر و مادرش برای او خوشبختی می خواهند. ما در همه توی و معرکه و در همه مورد و زادروز و جشن و حتی در حالت عادی هم اگر روبرو شویم به همدیگر خوشبختی می‌خواهیم. دوستان، حق همسایه ها، خویشتباران، نزدیکان، آرزوی عمومی ما همین است که یک نفر خوشبخت باشد. زیرا انسان خوشبخت دیگران را هم خوشبخت می‌کند. ولی در حالتی که ما این چیز را خودمون به خودمون حق نمی‌دهیم، میگیم که من خوشبختی برای من نیست، زیرا در اون روزگاری که اثر گذران در کودکی خمیر او رو همه خیلی سخت کردن، او رو در همون تنور بدبختی جوشاندن و پختن و باور دارد که دیگر راه وجود ندارد. و همون لحظه که فکر کرد که چرا با دیگران ممکن بود است با من نه، من هم میخواهم، لحظه بسیار خوب است. این همون لحظه است که او رو میبرد قدم اول را گذارد به راه خوشبخت شدن، به او امکان میدهد، به او راه خوشبختی شدن رو تا اندازه نشان میدهد که این اصول هست، این راه هست و همه درها چنانی که من عادتا میگم از درون گشوده میشود. اگر شما خوشبخت شدن خواهید، در خوشبختی را گشایید. البته آسان نیست، البته با یک نیت کردن و قدم نخست گذاشتن کار بود نمیشود. اون برنامه‌ای که در ذهن شما سالهای سال جا گرفته است، برای برآوردن او بعضا سال لازم است، بعضا چند سال لازم است. بعضی میگن در علم روانشناسی، بعضی میگن تا 3 سال لازم است که یک برنامه پررای شود، بعضی میگن کمتر لازم است. ولی این هم از آمادگی و از همون لیاقت خود انسان وابسته است. زیرا پیشتر گفتم که انسان ها یک خیلی نیستند. هر یک انسان در عالم خودش یک کون و تکرار است و اگر از حد آمادگیش برای تغییر دادن عالم خودش، برای خوشبخت کردن خودش و اطرافیانش اگر که اقدام کند، از همون جرأت و غیرت و هنر و ملکه و حد آمادگی خودش وابسته است و او میتواند تغییر یابد. و امروز من به بینندگان عزیز میخوام مراجعت کنم و بگویم اگر کدام شما در چنین حالت هستید یا دوستتان رو میدونید که همین در همین حالت است که به جای خوشبخت کردن خودش رو بدبخت میکند و نزدیکانتون رو میشناسید که همین در همین گونه حالت ها گرفتارن، با آنها کمک کنید، از برشان نگذارید، آنها رو محکوم نکنید، به پیشانه آنها تمغه بدی نزنید. زیرا نیکی یک بخش عمومی تمام انسان هاست. همه انسان ها از 2 قوه عبارت هستند، قوه بدی و قوه نیکی، و انتخاب از ماست که در کدام مورد چرا انتخاب میکنیم. اگر ما در یک محیط تاریک یک دور دراز زندگی کردیم، شاید قوه تاریکی زیادتر شد. ولی انسان است، انسان خلاق است، انسان ایجادکار و اعجازکار است، زیرا خداوند در او همین نیرو رو داده است. این یگانه مخلوق است، یگانه ایجاد است که میتواند خودش را دیگر کند و عالم را دیگر کند. و از این لحاظ وقتی که به انسان این چیز رو فهمونده میتوانید، کمک میکنید، در برش میایستید و میگید اگر که تنهایی میکشی، من با تو میروم تا آخر راه. و امروز خوشبختانه در جامعه تاجیکستان هم روانشناسان خیلی زیادند
و زیاده از اون چیز خوبی دیگری که ما داریم اینترنت است. شما توسط اینترنت میتوانید اگر که زبان‌های دیگر رو دونید، روسی، انگلیسی، نمیسی کدام زبان دیگر رو دونید، میتوانید از خدمت متخصصان بیرون از کشور هم استفاده برید توسط اینترنت. و آنها خیلی زیاد هم هستن و بعضا میگن که خدمت روانشناس قیمت است. من برای شما میگم که نه. در بعضی حالت ها کار روانشناس شما را از دهها مشکلات دیگری که در پیش داشتید شما را رها میکند. وقتی که آدم با روانشناس کار میکند، مشکلات خودش را میبیند، قدم به قدم آنها را کشودن میبیند، تا اندازه ریسک روزیش هم کشوده میشود. زیرا در خانه‌ای که بدی است، در خانه‌ای که ناآرامی است، میگن در جایی که بحث است اونجا نحس است، در اونجا برکت هم نیست. وقتی که شما خوشبخت بودن رو یاد میگیرید، باور کنید اون مبلغی که شاید برای روانشناس یک دوره معین صرف کردید یا یک بار یا دو بار صرف کردید، به شما چندین کراته برمیگردد. و چیز از همه مهم، شما لذت خوشبختی رو در این دنیایی که خیلی زودگذر است، خیلی فریباست. ما امروز گمان میکنیم که من 20 ساله هستم و از پیش عمر دراز دارم. شما بعد یک مدت خیلی کوتاه میبینید که الان 80 ساله شدید و اون وقت برمیگردید و میبینید که من این عمر رو چگونه گذراندم. آیا خوشبخت بودم؟ آیا شاد بودم؟ کدام لحظه خوشبختی رو ما در خزینه خودمون گرفته پیشکش کرده میتوانیم؟ اگر که ما احساس خوشبختی نداشته باشیم، ما شکر کردن نمیتوانیم. اگر ما شکر کردن نتوانیم، ما از زندگی ناراضی میرویم. یک گپی بسیار دردناک است، میگن که یک دستش از گور بیرون ماند. این همون آرزوهای نارسیده است. این همون خوشبختی است که ما به آن نرسیدیم. این همون حالت شکر است که انسان یک بار به یک عالم نور وارد می شود و تمام عالم را چون نور می بیند و به همون حالت نرسیدن است. پس بیاید همین روز، همین ساعت فکر کنیم که چگونه خودمون خوشبخت کرده می توانیم. زیرا هر کس طبیب خودش است. هر کس در مورد زندگی خودش انتخاب و تصمیم را خودش فقط میتواند قبول کند و نفر دیگری به او میتواند کمک کند، مصلحتگر باشد، ولی به جای او انتخاب کردن نمیتواند، به جای او قرار قبول کردن نمیتواند. باز دیگر میگم اگر نفری در چنین حالت باشد، یک لحظه فکر کند که آیا همین طرز زندگی خودش را خوشبخت کرده میتواند. یک سوال روانشناسی است که میگن چرا انتخاب میکنه، خوشبخت بودن یا حق بودن رو؟ بعضا این دو با هم پیوست نیستن. بعضا ما حقانیت خودمون رو میخوایم اثبات کنیم، با کسی بحث میکنیم، جنجال میکنیم، یا کسی میرنجونیم، ولی منظور خوشبختی است. همون لحظه شاید حق بودن شما، اثبات و دلیل شما خصوصا در داخل عائله چندان شاید مهم نباشه. بود یک صحبت کوتاه ما در موردی که زورآوری چیست، عاقبت آن به چی می آورد و سرچشمه هاش از کجا آغاز می یابد. آباد باشید. شما می توانید زندگی خودتون رو تبدیل بدهید. این قدرت رو شما دارید. تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه.